به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 26 است از سلسله درس های عربی برای نو آموزان. الفبای زبان عربی حرف نون. نون نون. حرف نون در اول در علاهیدگی حرف نون در علاهیدگی و حرف نون در اول و حرف نون در مابین و حرف نون در آخری کلمه. نخلتون نخلتون نخلتون. در اینجا فتحه آمدگی است، یعنی ما تاجیکان زبر میگوییم، اینو در عربی فتحه میگویند. شاید اشتباه شدگی است، شاید خطای تکنیکی است. اصل کلمه نخ در اینجا ساکن است. نخلتون نخلتون. نخلتون خرما، خرما عربی میگوییم و شما نخلتون. خب در اینجا هم شاید خطای تکنیکی شده است. اصل کلمه نمیرون 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 پلنگ. نجوم نجوم نجوم. در اینجا شکل جمعی کلمه نجم است. نجم گفته ستاره را میگویند، در اینجا شکل جمع است. نجوم یعنی ستاره ها. خب میگذاریم در شکل تنها و جمعی کلمه ها. نخلتون جمعش نخل و نخیل. نخل و نخیل. نمیرون جمعش انمرون. انمرون انمرون و انمارون و نمرون و نمارون و نمارتون و نمورون و نمورتون و نمرون و نمرون. اینها شکل جمعی کلمه نمیرون است. برای ما و شما کافی است که یکی از آنها را در خاطر داشته باشیم، کفایت میکنه. فقط اینها در فرهنگ یا که قاموس، فرهنگ زبان عربی یا که قاموس یا لغتنامه میگوییم، در اونجا شکل جمع کلمه نمیرون آمده است. برای ما و شما کافی است که بگوییم انمارون انمارون و یا انمارون، شکل جمع کلمه، یا که نمور. یکی از اینها را در خاطر داشته باشید. نجمتون. چگونه گفتیم که نجوم شکل جمع کلمه نجم است. نجمتون و نجمون هر دو شکل تنهایی کلمه هستند و شکل جمع نجومون و انجمون و نجامون. نجومون و انجمون و نجامون. این بود شکل جمعی کلمه نجم یا نجمتون. خب این بود درس 26. تو درس های نوبتی. خدا نگهداری یک و یکی شما باد.